به هر حال یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که بیشتر وقت و حواسمون رو بذاریم به اونجایی که من کیم، کجا دارم میرم و چی چیزایی جلوی راه منه. چون صدایی که جلوی راه ماست همون احساسات منفی مونه، باورامونه، باورایی که حقیقت نداره. من هر باوری رو دارم باید زیر سوال قرار بدمش و یه تکنیکایی هستش که منتها اول باید بشناسیم که چجوری. بذار من اینجا فارسی شو که ذهن ما یه طور به خصوصی عمل میکنه. ذهن ناخودآگاه ما مسئول حفظ اطلاعات و تجربیاتی که در زمانهای مختلف جمع آوری کرده. خب ما از بچگی تا الان تمام اطلاعاتی رو که جمع آوری کردیم از اون تشکیل شده که همون فیلترهای ماست، فیلترهایی که ما به همه اتفاقایی که میفته معنی میدیم. اطلاعاتی درباره NLP ندارم. خب ببین NLP Neuro Linguistic Programming یه مجموعه از تکنیک و روش هایی که باعث میشه که به آدم رو کمک کنه که بتونیم ذهن و زبونمون رو بتونیم کنترل بکنیم. ببین ما تمام اطلاعات رو از این 5 تا حسمون داریم میگیریم: حس بینایی، حس شنوایی، حس گویایی، حس چشایی و حس بویایی. درسته؟ 5 تا حس داریم. قوی ترین اینا چشایی و شنوایی و لامسه. قوی ترینش این 3 تاست، ولی راه بویایی و چشایی هم هستش. یعنی ما حتی خاطراتمون، حتی وقتی داریم یه چیزی میخوریم یه خاطره برامون زنده میشه. درسته؟ یه بویی میشنوی. من هنوزم درخت فلفل اینجا، وقتی درخت فلفل فصلش هستش، بوی فلفل اصلا منو میبره به بچگی که میرفتیم دهی که پدر من اونجا به دنیا اومده بود، یا میرفتیم پدر بزرگ مادر بزرگمون اونجا خاطره خیلی خوب میبره اونجا. و ما فکر میکنیم ما تمام چیزها رو با ذهنمون داریم، خاطره ها توی ذهنمونه، ولی ما تمام خاطره هامون با تصویراست، با چیزایی که صداهایی که میشنویم و حسایی که داریم توی بدنمون. یعنی تمام بدن ما این تمام گرفته هامون تو تمام بدنمونه. درسته؟ حس کردین تا حالا که ما وقتی که یه چیزی میشنویم، شنیدی میگن بدنم لرزید، برای اینکه اون خاطره تو تمام بدن ماست. حالا نیورولینگویستیک چیه؟ ما میایم تمام این خاطره ها رو میاریمش توی الان و بهش یه معنی دیگه میدیم، معنیشو عوض میکنیم که اون خاطره برعکس بشه، یه خاطره خوب. بعد دوباره وصلش میکنیم به بدنمون، صداها و اون تصویر رو عوض میکنیم که وقت دفعه دیگه که اون خاطره رو دیدیم دیگه اون حس بد رو نداره، کمرنگ میشه. میتونین متوجه بشین چجوری میگم؟ ما میتونیم تمام اینایی رو که ما گرفتیم و عوض بکنیم. نمیتونیم دورش بریزیم، میتونیم جایگزین بکنیم و اون باورامونو، اون خاطرمونو، اون
احساس بدمونو کمرنگ بکنیم و باهاش یه چیز خوبی رو که دوست داریم جایگزین کنیم. برای همین خیلی مهمه که من چی میخوام. خیلی مهمه من از زندگی چی میخوام. برای اینکه وقتی بهش فکر میکنم تمام بدنم خوشحاله. وقتی چشممو میبندم حتی توی شکمم هم حسش میکنم، حتی تو پاهام حسش میکنم. شما الان چشتون رو ببندین به یه چیز خیلی خوبی که دوست دارین فکر کنین. الان کجای بدنتون این اینو کجا حسش میکنین وقتی به یه چیز خیلی خوب فکر میکنین؟ خوشحال میشه، مثلا انگار یه چیزی تو عمق وجود ما خنک میشه. یه دفعه دیگه بگو. من خودم وقتی به چیزی که دوست دارم فکر میکنم، حس میکنم توی عمق وجودم، حالا نمیدونم قلبم کجاست، یه نشاط میاد، نشاطی که انگار همه جا رو گرم میکنه. آفرین، آفرین. ببین اونجا رو، اون قسمتی رو که گرم میکنه و همه وجودتو بهش نشاط میده، بیشتر باهاش کار کن. اون در واقع اون گلدونته که باید توجه و آب و غذا بهش بدی. اون گلدونه که ما 2 تا گلدون داریم، یه گلدون علف هرزه، یه گلدون توش گله. علف هرز اونیه که مردم چی میگن، مردم چی فکر میکنن، من کی هستم، من باهوش نیستم، من دوست داشتنی نیستم. اینا علف هرزه و ما اتوماتیکمون خیلی روی اینا وقت میذاره، برای اینکه اون ایگومون اونو داره. ولی اون گله همون جایی که الان شما گفتی چشتو میبندی به اونی که چیزی که دوست داری حس میکنی، قلبت گرم میشه، بدنت حسش میکنه. ما باید اونجا بیشتر وقت بذاریم. بعد که بیشتر که وقت میذاریم بیشترم پیدا میکنیم، اون خواسته هامون رو اونجا پیدا میکنیم. وقتی وقت میذاریم اونجا رو داریم قوی میکنیم. انگار رفتیم ورزشگاه، داریم دامبل میزنیم، داریم هارتل میزنیم، قویش میکنیم اون مایچمون. خب پس نیورو لینگویستیک پروگرامینگ، نیورو یعنی اون به اصطلاح چیزای عصبی، تمام اون بندای عصبی که ما بهش گیرایی داریم. لینگویستیک زبان، کلماتی که به کار میبریم. پروگرامینگ هم که پروگرام میکنیم، پروگرامی که باهاش برنامه نویسی. ببینید ما یه کامپیوتری هستیم، کامپیوتر از روی آدم درست شده اگه میدونه.